کباب تابه‌ای که من امروز میخوام درست کنم، میام پیاز رو رنده میکنم. به همراه نمک و فلفل سیاه و یکم طحین یک ادویه مکزیکیه و مقداری هم سماق درستش میکنم. نه بهش ادویه دیگه میزنم نه چیزی، همین ادویه ها کافیه. حتی شما میتونید طحین هم اضافه نکنید، اما طحین چون یک طعم ترشی میده، مثل مزه سماق میده، با این حال من بازم اضافه میکنم بهش. گوشتای چرخ کردم و میام با این ترکیب ورز میدم و میذارم توی یخچال. من یه شب تا صبح میذارم توی یخچال، چون معمولا غذامو صبح زود درست میکنم. بعد میام این ترکیب گوشت و پیازم و کف مایتابم میچینم. همون اول کار شعله‌تون رو متوسط بذارین به اندازه 5 دقیقه. بعد بیاید شعله‌تون رو کمش کنید. ببینید ساعت چنده؟ من ساعت 7 صبح ناهارم رو درست میکنم و بعدم صبحونه میخورم و میرم سر کار. سعی کنید همون روز غذاتون رو درست کنید، خیلی بهتر میشه. اگه واقعا در حوصله و توان فیزیکی و بدنیتون هست، غذا رو سعی کنید همون روز درست کنید، چون غذایی که میره توی یخچال واقعا هم عطر و طعمش کم میشه، هم دیگه خاصیت غذایی آنچنانی نداره. حالا برگردیم سراغ کباب تابعیمون. اینجوری خط میندازم روی کبابا و بعد هم درش رو میبندم، میذارم قشنگ گوشتم آب بندازه و با همون آب و چربی خودش میپزه. من اصلا بهش هیچ روغنی هم اضافه نکردم. ساعت 7:05 است، اما خیلی مه داره هوا. بذارید برم بیرون تا بهتون کامل نشون بدم. اینجوری هم بهتره. من میگم خیلی مه توی هوا هست. ببین من ایران که بودم اصلا پیاده روی نمی کردم صبح، همیشه بعد از ظهر میرفتم پیاده روی. الان دیگه این شده روتین روزانه من و خیلی از این کوچه بریم که این درخت لیموها رو هم نشونتون بدم. یه چیز خیلی جالب در مورد اینجا بگم که اینجا درخت مرکبات توی سندیگو خیلی زیاده، ولی مردم اصلا دست به این میوه های سر درخت نمیزنن. بعد همش میریزه پایین، کود میشه برای همون درخته. ببین چه لیموهایی داره، ولی اصلا اینا دست نمیزنن، یعنی به خودشون زحمته چیدن این میوه ها رو نمیدن. حیف این میوه ها. آخه چرا انقدر شماها تنبلین؟ حتی اینجا من ازگیل دیدم، بعد اصلا نمیدونن ازگیل چی هست، فکر میکنن این یه درختیه که حالا داره میوه میده ولی خوراکی نیستش. آه چه گلای خوشگلی عزیزم، چقدر کیوتن. ببین مثلا اونجا ازگیلو اصلا میوه هاشون رو دست نمیزنن. وای من عاشق ازگیلم. سندیگو خیلی شبیه شمال خودمونه. من برم یه نیم ساعت توی این پارک قدم بزنم و دیگه برگردم برم صبحونه بخورم و وسط 9 هم باید سر کار باشم دیگه، همین کارم برسم. یه چیز جالب دیگه که میخوام بهتون نشون بدم اینه که اینجا اصلا توی پیاده رو و خیابون و اینا ماشین شهرداری نمیبینید که بخوان تمیز کنن.
تمیز کردن خیابون بر عهده یک سری آدما هستش که با این دستگاه‌های بادی میان تمیز میکنن پیاده رو وگرنه این که فکر کنید میان جارو میزنن و اینا نیست. حالا من برمیگردم براتون اینا نشونش میدم. این آقا هم داره سمپاشی میکنه. بریم بهش یه سر بزنیم. ببین چه آب انداخته. بله خب اشکال نداره ها، بزنیم با همین آبش بپزه انقدر که خوشمزه میشه. ولی بذارید خوب گوشتتون خودشو بگیره. بریم ببینیم چه جوری شده. به 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 به. خب من میام گوجه فرنگی رو الان دیگه میذارم روی قسمت‌های مختلفش و اینکه درشو دوباره میبندم به امید دیدار و بعد میرم برنجمو میذارم که دیگه بعدش هم دیگه برم سر کار. من از نتیجه نهاییش براتون نمیتونم عکس و فیلم بذارم چون که ظهر ساعت 4-5 میام اینو میخورم دیگه، انقدر خستم که نمیرسم که دیگه واقعا نتیجه نهایی رو براتون بذارم. امروز به حدی هوا گرم شده بود که من از صبح گفتم برم دریا آفتاب بگیرم. خیلی اینجا تغییرات دمای و زیاد میشه. مثلا امروز بارونیه، فردا هوا میشه 30 درجه سانتیگراد. ما هم دیگه از این فرصت استفاده کردیم، تصمیم گرفتیم بیام دریا یکم آفتاب بگیریم چون که چند روزم هوا ابری بود. گفتیم این دیگه بهترین فرصت هم هست. ببینید چقدر شلوغه، بچه‌ها هم کیف میکنن.